سلام دوستان، به کانالی دنیای فوتبال خوش آمدید. در این درباره خداحافظی مارسلو از فوتبال حرف بزنیم. خوب دوستان عزیز، لایک کنید. بریم سراغ ویدیو. خوب، مارسلو در تاریخ در تیمی ریال ثابت کرد که بهترین بازیکن ریال هست. ولی متاسفانه از دنیای فوتبال خداحافظی کرد. وقتی بازنشسته شد، رفت به پیشی طرفداراش و دوستانش. راموس رونالدو که دوستها هم تیمش در دل کردن اون اسطوره در سدی 36 سالگی از فوتبال خداحافظی کرد. ولی اون اسطوره خاطرش از یاد نمیره. یادی اسطورها میمونن مثلی آندرتیکر کینگ که بازنشسته شدن از دنیای کشتی کوچ و یادی اون دو برادر موندن فوتبالیستا هم میمونن. خوب، از مارسلو زیاد داریم دوستان. اون فوتبالیستی برزیلی ثابت کرد با جازه ها جامی جهانش میدالهاش. البته ناگفته نمونه که اخبارش رسید و برای همیشه بازنشسته شد. خبری غمگیزش همین بود، یه اسطوره برزیلی از فوتبال رفت دیگه. به خلاصه من گفتنیم همینقدر بود و زمان بازنشسته شدنش منو خیلی ناراحت کرد. ولی اومد وارم پسرش جایی پدرشو بیگره. They can just about see their reflection in this trophy now.